صبح بخیر. صبح خیر. این گلها برای کی؟ برای استاد اوزن. امروز زادروز دارم. اوه این خیلی گوی. صبح بخیر. صبح بخیر. استاد اوزن آمدن؟ با مسافرش آمد. مسافرش کی بوده است؟ یک خانمی زیبا. الو. ای همه کرهویت همین خیل. استاد اینها برای شما لایق از این هم زیباترش نه نشد. از سطح دل باید باشد. استاد شما چند سال پیش امروز من باشم سال گذشته روزی که با شما شناس شدم تولد شدم. زاد روزتان مبارک. این گلها به تو مانندی دارد یا تو با گلها فرق کرده نتوانستی؟ نمیدونم. تشکر زیاد جانم، مرا بسیار خرسند کردی. امیدوارم بعد نیکو هم این سخنها رو میشنوم. نگویم. از خونه دور میشوید امروز. ژله با نیکو دیر میکنی موسم. ژله در اینجا نام من باید نوشته میشد. باید من میبودم. من چی کار کردی با من؟ چی خیر؟ ژله خرسندیتون با غم بدل گردد. ژله خوب هستی؟ مرا مونید. مدیر شما رو جیغ میزند. زود باید روید. تو رفته بینم. خوب، شما پینارکچان محترم آزندگلر را به شوهری قبول میکنید؟ من راضیم. شما محترم آزندگلر محترم پینار اکچان را برای خود به زنی قبول میکنید؟ ژله با من باید خونه دار میشدی. آرزوهایم را شکستی. ژله چی کار میکنی؟ نه ژله تو چی کار کرده ایستاده ای؟ اونجا رو پایان کن. دیر شد. برای هر دویمون دیر شد. ژله نه نه آرام باش. ژله چی کار کردی؟ ژله 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 حالت خوب است؟ با فکر فرو رفتم. ببخشید. شروع کرده میتوانم.
خوب بچه ها، خانم پینار دانشجوی فاکولته پسیکولوژی و نامزد استاد آذر می باشند. خانم پینار در صنفمان برای آموختن موضوع یک انکیت تقسیم می کنند. در رفت این کار باز امروز گشاده شوی رادیوی مکتبمان است. مرحمت. برای گشوده شوی رادیوی مکتب از هر کس 1-2 دقیقه خاطره های خود را نقل کردنشان را می خواهم. اما در اولین ثبت یک سرگذشت خود را نقل می کنم. چی می گوید بچه ها؟ درس آزاد. فکری خوب. استاد باز یگان بی‌شرمی نباشد. خاطره های بعضی ها فراموش نشونده است. من گلاتاسرای رو نقل کنم میشه معلم؟ بیا باز کن. همین که برای ثبت آماده شدیم به شما خبر میدیم. تشکر. برای درس استاد. تا بازدید. نامزد استاد آذر هم خیلی زیبا بوده است. به فکر من به میمون مانند. بیا رشک نکنیم. اوف بیزار کردی. از همان کارخانه زنگ می زدن از شما این خلاص می شدم. کدام کارخانه؟ برای اجرای نقش مراجعت کردم. مسخره کردن گرفت. در روزنامه امروزه اعلان کلان دادن. رسمهایم رو در اینترنت پخش کردم. میبینید من رو به نقش اساسی دعوت میکنند. رادیو امروز به کار شروع میکند استاد؟ 1 هفته باز کارهای تکنیکی اش را میکنیم. همه چیز تیار است. 1-2 کمبودی است که حل شونده است. علی جناب. برای ثبت رادیو یگان پیشنهادی دارید؟ من ندارم استاد، چون که من شروع کنم رادیو رو میبندم. استاد اجازت هست؟ مرحمت خانم نجمیه. در خانه سمبوسه پختم. بچه ها قدر خاله نجمیه را دانید. استاد علی مالهایتان آمدم. بسیار خوب. خوب بچه ها، حاضر کسانی که در دل گفتنی دارند استاد همین سهر شیما تلفن کرده بود. با شما سلام گفتم. از نام من هم سلام رسون. شیما خوب است؟ بله استاد، اونجا در مکتب خودش نام‌نویس کرده است. بسیار خوب. امروز باید والدینتون می آمدند. آمدند استاد. شما رو انتظارم. مقرر سیویل تکین بوزینگر میکوبد. ژاله هنرمند شده نیست. خوش آمدید. خوش آمدید استاد. چی گپ شد استاد؟ خواطر شدیم. تینجیست؟ برای گوکان شما را به اینجا دعوت کردم. میدونم که او هم بچه خان است. چیزی که نباشد شما نمیدونید و نشنیدید. با گوکن کارتان نباشد. شیما از برای همین رفتارهایتون چقدر عذاب کشید. برای آنکه گوکن همین عذابها را نبیند باید به او حقیقت را گویید. به او گفتن نمیتوانیم. ما را مثل پدر و مادر اصلی خود میداند. ما همین خیلی خوشبختیم. گوش کنید. شما برای آسودگی خود گوکن را از حقیقت محروم کرده نمیتوانید. این کار بی‌عقلی است. دیر شد. به این سن و سال آمد. نه شما وقتی ما رو صرف کنید نه ما شما رو مشغول کنیم. سلامت باشید. رفتیم. معلم علی کاری خیری میکند. وقت رو میگذراند.
به جایی که خوانندگان را برای تئوری امتحان کمک کند وقتشان را میگیرد. من اینطور فکر نمیکنم. برای چی هر کاری میکردگی او را دستگیری میکنید؟ چرا شما به هر یک کاری وزید میبروید؟ به کارهای هر کس دخالدار نشو دخترم. تو را خفه کردن نمیخواهم. به این موضوع دیگر بر نمیگردیم. یکی از بلندگویک‌ها صدای درست نمیده. رفته بینم استاد. برای پخش تیاریم؟ بله، یک دو بار میسنجیم و خلاص. دختر ختم کننده کالج بوده است. 2 زبان میداند و نه به دانشگاه داخل شده است. استاد اوزان شانس داشته است. فکر کن به پسیخولوگ خانه‌دار میشود. همه جا پر از پسیخولوگ شده است. یک دختری عادی با همین کارش اوزان رو به دست گرفته است. ناحقی میکنی ژله. جیمشین بیزار کردی. خیر چی شده است؟ استاد اوزان خانه‌دار میشود. قبول کن اکنون. میخواستی که از تو شود لیکن نشد. برای چی عصبی میشوی؟ دخترم این رو پوش. خنک میخوری. دیوانه شده ای چی؟ پوشیدن خواهم از تو میپرسم. توبه. چرا عصبی شدی؟ هوا خنک است. سرما نزند گفتم. بر تو چی؟ تو کی هستی؟ فراشی. رفت پرتوها رو خوندارو. چای دم کن. اینقدر تیز عصبی نشو دخترم. نگاه کن باز هم گپ میزند. با پدرم میگویم کاری میکنم که تو رو از مکتب پیش میکنن. فهمیدی؟ چیزی که میگوی همون. فقط عصبی نشو میلش. چرا دل این زن رو میرنجونی؟ چون که کارش رو نمیدوند. دروغ نگو. تو از استاد اوزان خفه شده ای قهرت رو از بیچاره زن میگیری. هر دویتون امروز مرا دیوانه کردید. شد فهمو. جله 1 دقیقه. مادر جان فکر دارم که در ماهای مای توی کنیم. شما هم تا آن وقت از آلمان برمیگردید؟ باوری دارم مادر. این دفعه دیگر خیر. نه نمیخواهم که یگان کس رنجه. البته پینور یگانه نفری هست که میتوانم زندگی کنم. خوب نباشد مادر بدتر گپ زنی میشود. خدا حافظ. جله کلیدی ماشین رو به خانم پینار میدهید؟ من به درس در آمدنم در کار. خوب میلش. ماشین مهمان استاد اوزان کدام است؟ برای چی میپرسی؟ جزدون معلومه اونجاست. همون رو میدیدم؟ آره این دوی ماشین. فهمو. اوزان در این مکتب معلم است. برای همین اینجا رو انتخاب کردم. برای کارهایم تیز تیز میآیم. بسیار خوب. انشالله کار شما هم به ما فایده میرساند. بیا شله. استاد اوزان روان کردن. تشکر. تلفنم رو در ماشین فراموش کردم. برای همین من میخیزم. مایلش. اولین ثبت رو من میکنم. برای کار به شما. جله. با شما چی شد؟ هیچ چیز نی. هیچ چیز نی؟ تیاره. شروع میکنیم. از دستت خون می آید. چی شد؟ هیچ چیز نی استاد. جله. معلم.
دستت رو پنهان نکن، نشان ده. دستم رو سنگ بریده بود. دستم درد میکند اکا. از دستم خون میآمد. انا تمام. گریه نکن. گفته های دختر رو در یاد دارم. میترسم که این تا آخر عمرت میماند خانه میخورد. زخمت بسیار چپور است. دفعه دیگر با دقت باش، فهمو؟ زخمی در دستم بوده. برادرم رو به یاد میآورد. این خاطره است که در یادم نقش بسته است. نکشد تا که میکروب نگیرد. خوب شده است. خوش؟ خوب بود. چشمانتون پر از اشک شده است. گذشته رو به یاد آوردم. یعنی وقتی که من کودک بودم. یعنی در اصل خوب؟ پینور من تو رو میکافتم. کلید ماشین را گرفتی؟ بله. پیش از ثبت یک چای نوشیم. استاد شما هم بیایید. نوش جان. من بچه ها را جمع کنم. خاطره های کودکیم رو در رادیو گوش کنید. خدا حافظ. ممنونم. خدا حافظ. دخترم مرا جیغ زدید. خانم نجمیه مرحمت معاشتان تیار. خدا برکت دهد به تو. ثبت رادیو شروع می شود استاد. همه با پایان فرامدند. من نمیروم. به این خیلی کارهای بیعقلانه ما وقتم را صرف نمی کنم. گویید که شروع کنند. من برآمده یک اعلان کنم. کشاده شویش رو من میکنم. یک سرودی خوب خوانم. جانوار امپتری است. از تو ترسیدن در کار. با دقت باش. ای پولای نجمیه با تو اشاره دارد. او چی به من اشاره میکند؟ این زن دیوانه است. تماما به طرف او نگاه نکنید. پولای نجمیه شما را در اتاق که رادیو جر میزنم. همه شد؟ لنته ثبت را گرفته بیایم شروع میکنیم. مرا جیغ زدید استاد؟ خانم نجمیه بالای میز را تازه کنید. حاضر سر میکنیم. خوب شده است. خوب شده است استاد. انا خیر. انا وای فایرون کردم. چی؟ چی دیوانه بارین هر خیل اشاره میکنی؟ دخترم برای تو سورپریز دارم. سورپریزت چی بوده است؟ مادرم بودنت رو به همه اعلان کردنی. جله دخترم. ما دختر و مادر بودنمون رو کی و از کجا میفهمد؟ کسی نمیفهمد. فکر نکن. آسوده باش. جله این رو باید فهمد. معاشم رو گرفتم جله. اکنون میخواستگی لباست رو میگیری. همین رو گفتم. کاری خوب کردی.
نمیبینی تمام مکتب در حوالی است. باز رفته اعلام کن که من فروش نجمیه ژالی از صنف ادبیات دختری من است. دیوانه شدم. چی بدی داره دختری فراش بودن؟ زیبای دنیا است دختری من. بچه مرا عصبی نکن. همه مرا با دختر فکر میکنن. دختری فروش بودنم رو فهمن شرمنده میشم. دیگر مرا در مکتب نمیشناسی. فهمو؟ ما نشناسی. الو ثبت مستقیم درامای اویلوی ثبت برق تقدیم میکنه. دروغ بوده است. آدم از مادرش شرم میکنه. همش افسانه بوده است. این دختری خاله نجمیه کو. شرمندگی این ببینید چند سال باز مادرش رو ایگنور کرده است. الو شاله چی شد با دخترم؟ چی میشد خاله نجمیه همش معلوم شد. وقتی که با دخترت با تلفن صحبت میکردی صحبتتون در رادیو زنده ثبت شد. قیامت. وای من چی کار کردم؟ من دخترم رو از دست دادم. استاد علی به من کمک کنید دخترم رو برگردونید. آرام شوید. شنید نمیدونید استاد ژالی رو نمیدونید. چند مرتبه به من گفت اگر فهمن که ما دختر و مادر هم مکتب و هم خانه رو ترک میکنم. دخترم رو از دست دادم. ژالی رو از دست دادم. خوانندگان صنف ادبیات یک برنامه تیار کردن. حالا اون رو گوش میکنیم. مرحمت. ما خیلی جوان هستیم. خون مادر جوش است. یکم مادر گم کرده. دیگر امیدهایم. بعضا دوستی ما رو با نفرت ایفاده میکنیم. بعضا ایفاده کردن نمیتونیم. در این حالت فکر میکنیم که کسی ما رو نمیفهمه. شاید کلام سالا ما رو نمیفهمه یا شاید خودمون فهماندن نمیتوانیم. زندگی در زیر چنبر خود ما رو گرفته است. نقطه های بی‌آخر است. از یک جا بوده شروع کردن لازم. لیکن چطور؟ حیات تنها از ریاضی، فیزیکا و بیکاری عبارت نیست. اما این رو به کسی فهمانده نمیتوانیم. راستی آن چیزی رو که در زندگی مهم حسابیم قیمت ندارن. برای خوشبختی هایم هیچ چیز رو صرف نمیکنیم. اما دوست داشتن این خود خوشبختی است. ما رو از خرسندی و خوشبختی ها دور نسازه. تشکری زیاد با استاد علی. حاضر خاطره های پسیخولوگ خانم پینار را گوش میکنیم. من چی کار کردم؟ من شما رو به خانه ازان میبرم. یگانه جایی که ژالی حاضر میرود این خانه است. شما را زحمت میدهم استاد. ناگهان من افریدم. دستم رو بریدم. سرزنش نکنید. در این حالت آدم را گناهکار کنی آتشین می شود. گویا که او بیگناه است. آرام باشید. به صدای دلش گوش کند. در این وضع یگان بیعقلی نکند شد. تنها بودنش خوب است. بگذار مهری مادر را حس کند. همش البته خوب می شود. حاضر او به وقت احتیاج دارد. خوب شده است. چی نویگری که شد التماس به من خبر دهید. برای وی یک نقشه کاری ترتیب می دهیم. خوب شده است. خدا نگهبانتان باشد. تو بازدید. دخترم زیغ نشو. خودت را به دست گیر. اکنون همین خیل شد چی کار میکنی؟ یگان علاجش را مییابیم. تو فقط زیغ نشو دخترم. نه همه
همه چی تموم. نه زن نه مکتب دیگر برایم وجود ندارد. اکنون روی هیچ کس را دیدن نمیتوانم. من به تو گفته بودم دختری تو بودنم رو فهمن نمیخونم. گفته بودم. جانی من خطا از من شد. چی کار کنم؟ مرا ببخش. تلفنت زنگ میزنم. با کسی صحبت کردن نمیخوام. آواز هیچ کس را شنیدن نمیخوام. زیغ نشو دخترم. گریه نکن. همش خوب میشود. باور کن. لبه. بله من. باور نمیکنم. آرام باشید. زیبایی شما با فیلم برداری خیلی مقبول شد. نفری میخواستگی همون شما هستید. بگاه بیایید سازشنامه میکنم. در واقع شناسنامه‌تون رو از خاطر نبرارید. میایم. البته میایم. ولی جناب ببخشید بسیار در هیجان هستم. گویا که خواب ببینم. بسیار خوب. نباشد بگاه شما رو انتظار میشوید. سراغ همون در اعلان هست. مایلش میایم. انتظار هستیم خانم. چی بود شد دخترم؟ نشنیدی اوچه؟ از کارخانه زنگ زدن. به کار قبول شدم. دخترم این چه خیلی کار بوده است. تو باید مکتب خونی، معلومات گیری. نه این زندگی من است اوچه. دخترم با آنها باور نکن. آنها چندین دخترها رو فریب دادن. با مادرت باور کن. بس بودگی سوچه. با زندگی هم کاردار نشم. فهمیدی؟ امروز مرا در مکتب شرمنده کردی. بس نیست مگر؟ بس نیست؟ نرو دخترم. گپم رو گوش کن. در این دور و زمان همه چیز مکتب خود رو دارد. باری کج به منزل خود نمیرسد. برای این کار مکتب لازم نیست. فهمیدی؟ جوانی و زیبایی کافی است. تو کاردار نشو. با من پول ده. لازم می شود. لبه؟ جله خیریت که جواب دادی. من احوال مرا نپرس. بعد رفتنم چی شد؟ مکتب در جنبش است. همه از تو روی گردون. من هم حیران شدم. اگر تو رو اینقدر نمیشناختم من هم گپ نمیزدم. آدم از مادر خود شرم میکند. فراموش کن. بهترش دیگر زنگ نزن. برایم دیگر مکتب وجود ندارد. مرا اکنون در سینما میبینید. کی بوی گریش رو گم کرده است که تو یافتنی هستی؟ من روی خود رو انتخاب کردم. ازگه تلفن رو میمونم. تو درس‌هایت رو خوب تیار کن. فهمیدی؟ ستاره خانم شالی شده به اینجا برمیگردم. مادر عزیز تو وقتی که این مکتوب رو میخونی من الان اینجا نیستم. هیچ چیزی بد فکر نکن. در وقتی تماشای فیلم در نزد دختران محله فخر می. این تحفه از من برای تو. بخشید یکدیگر رو. تبریک میکنم. ثبتی با بچه ها کرده عالی جناب بود. کاش با ژله ناخوشی روی نمیداد. استاد علی هم برنامه رو گوش نکرد. بله رفتار ژله به هممون سورپریز شد. یا خدایا چی شد؟ کی برای چی این رو کرد؟ به ناموس ها باز که شده میتوانم برای ذوق خود به آدمان ضرر میرسانم. همه را درس دادن غیر امکان است. از کارخانه زنگ زدن.
بعد اینقدر غم ها زندگیم دیگر می شود. ممکن آرزوهایم اجرا شدند. بوی می شوم، مشهور و بوی. میشوم. یگان تا اینها به یک تین نمیارزد. از ما ثبت انتظارن ما باشیم تا حال دختر نیافتیم. آرام باشید مادر. لبی حاضر گپ زدن نمیتوانم. بدتر تلفن کن. راو سلام. خانم سیویل رو دیدنی بودم. برای نقش در سینما دیروز زنگ زده بودن. برای وخوری. نامم ژاله. مرحمت. از پشت من بیایید. مرحمت گذشته شنید؟ من حاضر. یک دختر آمد است مادر. با شما و خودی داشته است. نامش ژاله. اگر مانند دیگرهایش باشد دفع کن. دختری بسیار زیباست. باید بینید به فکرم. نخود. این خیلی باشد کلی دعوت کن بینم. خانم ژاله بفرمایید. بیایید ژاله بیایید. مرحمت گذشته شینید. سلامت باشید. مرحمت. خواهش عزیزکم برایتان چی کار کرده میتوانم؟ برای در سینما نقش آفریدن مراجعت کرده بودم. دیروز با من زنگ زدن. کنی بینیم آیا من و تو هم دیگر فهمی کرده میتوانیم؟ با من راستش رو بگه ژاله. در زندگی چی مقصد و چی هدف داری؟ دلت رو گوش کن جانکم. دلت با تو چی میگوید؟ تو باشی با من بگوی خواهشی دلت رو. من؟ کنی؟ من مشهور شدن میخواهم. خیلی مشهور شدن میخواهم و میخواهم پولدار شوم. عالی جناب. تو در حقیقت همین رو میخواهی؟ بله، آرزویم همین است. هدف داشتنت خوب، لیکن برای به هدف رسیدن جسارت داری؟ البته. این خیلی باشد وقت رو بیهوده صرف نکرده به کار شروع میکنیم. روی روز گپ زدن رو میپسندم. پول این همه چیز نیست جانکم. در اینجا تو هم به نوارگیری مشغول میشوی و هم هدفهایت رو به جا میآوری. چطور؟ گوش کن جانکم. ما خدمت میکنیم برای وطن، برای دولتمون. حیات شخصی بعضی کسان رو به نوار گرفته پنهان میکنیم. نفهمیدم. اگر با ما همکاری کنی با یک تیر دو نشان میزنی. یکیش نوار برداری باشد، دیگرش خدمت به وطن. با تو یک نفر رو نشان میدیم تو سر او رو گرنگ کرده او رو پنهانی به نوار میگیری. چی خیلی که گفتم هر جاشم به نوار گیری. امکانیت های سند بی آخر. نه، من این رو کردن نمیتوانم. یگان کاری بد نمی کنیم. گوش کن جانکم. اگر ما خدمت وطن رو
با تو بر این آدمانی بالایاقت نکنیم پس با کی کنیم ها؟ نمیدونم. ایشین لابай модар даро шиносшав ин духтари ман ишин мо ҳамроҳ кор мекунем магар ман мегузарам ки духтари худам бо корҳои бад олуда бошад гӯш кун агар хоҳӣ ки ба ҳадафат бирасӣ ту бояд ин корро кунӣ ҳам ба ватанат фоида меорӣ мебахшед чӣ гуфтанамро намедонам. хеле зуд аз мақсадат рӯй гардондӣ. ҳеҷ вақт барои иҷро шудани орзуҳоям ҳар рӯз дуо мекардам. дуо мекунӣ? фикр мекунӣ ки фоида мерасонад? ту дар назди ватан қарзатро иҷро мекунӣ духтарак. бо дуруягӣ не балки бо ҳақиқат ба мақсадат мерасӣ. ба фикрам ту маро нафаҳмида истодаӣ. роҳатро худат интихоб кун духтарак. тақдират дар дасти худат. қувватат мерасад. чашмонатро бипӯш ва тасаввур кун ки ба ҳадафат расидӣ. тасаввур кардӣ соҳиби он ду чизе ки мехостӣ шудӣ. фикр кун. як калимае ки аз даҳонат мебарояд метавонад туро соҳиби ин ду чиз кунад. агар хоҳӣ бале бигӯй. акнун чашмонатро кушо. ҳама ин метавонад аз ту бишавад. бале бигӯ. бале мехоҳам. ҳамин хел зиндагиро мехоҳам. ин хел бошад бо ҳам кор мекунем. имшаб бо ҳаёти гузаштаат хайру хуш кун желе. хуш омадӣ ба ҳаёти нав. нарав духтарам. با آدمانی ناشناس چی کار میکنی؟ عقلت در جایش. چرا تو مرا شنیدن نمیخواهی؟ نه عقلم در آمد اوچن. خانم سیویل چشمانم رو کشد. دخترم جان و جیگرم خالی کن جامدانت رو. خودم رو میکشم اوچن. گپ نزن فهمیدی؟ وای خدایا به ما مدد رسان. الو استاد علی استاد التماس به خانه ما بیایید. این دختر دیوانه شده است. آرام شوید خانم نشمیه حاضر می آیم. التماس میکنم مرا گناهکار نکن. کاری من درست میشود. مثل تو از آب کشیدن نمیخوام. میبینی پولم بسیار میشود. بسیار مشهور میشوم. صاحب همه چیز میشوم. با قفا بر نمیگردم. دختری دوست دارد ژالی.
دختر از خانه رفته نیست. خیریت که آمدید. با بالا گذارید. ژاله در کجاست؟ در اتاقش. چی گپ شد ژاله؟ برای چی اینقدر مادرت را میرنجانی؟ قرار دادم زندگیم رو دیگر کنم استاد، همش همین. خوب نباشد؟ به همه صنف تقسیم کردم. تو ناآمدی به تو ندادم. خواندنت را توصیه میکنم. فکر میکنم در حیات نوت وقتی خالیت بسیار میشود. هم برای کارهایت این کتاب کمک میرساند. از خواندن بیزار شدم. زندگی کردن میخواهم. هم خوانده و هم زندگی کرده میتوانی. هیچ کس به تو کاردار نمیشود. پگاه تو رو در مکتب انتظار میشم ژاله. به من وعده ده. به مکتب میایی؟ ژاله. خوب شده است استاد. آه ژاله. این جامدان را هم اکنون از اینجا گیر. استاد اگر به مکتب بیایم هم برای خیر و خوش میایم. قرار خودت است. بیایی شد. اینقدر خاطره ها داری در مکتب. خوب شده است استاد. آفرین. اگر ژاله رو به مکتب آورده توانیم برای راضی کردنش فرصت می شود. تا پگاه یگون واقعه رخ داد به من زنگ زنید. الهی خدا راضی شود با شما. دختری جوان گفته نمی شود با خودش یگون کار نکند. خواطر نشوید. انشاءالله همش خوب می شود. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. وای ژاله دختر جان چای را دم کردی؟ چی کاری کردگی دخترم. دردم رو با کی گویم معلم؟ ژاله هر دویمان را فریب داد. چی کار کنم؟ کجا روم معلم؟ شب من خواب بودم برآمده رفته است. زنگ میزنم تلفنش جواب نمیگوید. زنگ زدم ولی بی نتیجه. با یک کارخانه سازشنامه بسته است. میترسم بدبختی میآید به سرم. جای کارخانه رو که میگویید میدونید نجمه خانم؟ همین سراغی که در کاغذ است به فکرم. این را افتانده از ژاله. خدای خداوندا. مرحمت. من برنامه‌تان رو میبینم خانم سویل. با اداره‌مون موافق باشد چرا نه؟ ببخشید حاضر مجلس دارم.
یک ثانیه صبر میکردید آن حجت هایی که به شما دادم یک علاوه دارد آن را رفته می آوردم. مرحمت آبی نارنجی خودمون تیار میکنیم. زحمت نکشید. استغفرالله. حاضر نوبتی تو می شود. آدمی انتخاب کرده امون کمی بعد خوابش می برد. چیکار کردنت را می دود. خوب شده است. خوش آمدید. خوش باشید. کمی بعد کارش تمام می شود. باز نوشاکی بیارم. تشکر. خانم سیبیل را جیغ میزنید. بر آمدنم. لازم. این طور نیستو. زود لباسویت را کش. زودتر ما به نوار گرفته ایستاده ایم. کنی؟ دخترم ژله، خوب هستی؟ چی میکنی در اینجا؟ خودش چیگه؟ بیا ژله میرویم. تاکسی در بیرون انتظار است. رفتیم از اونجا. نرسید با من. با من نگاه کن ژله. مرا با کاری مجبور میکنی که در حیاتم نکردم. هیچگاه به شاگرد دست نبرداشتم. مجبورم نکن. دخترم رفتیم. این جایها برای ما نیست. یگان کار نمیکنیم اوچه؟ هیچ چیز کردن در کار نیست. من برد دختر رو باز بر میگردد میبینی. ما باشیم نوار برداری رو دوام میدیم. رفت دخترکم. رفت. سر دهید مرو. سر دهید. سر دهید. چرا نمیگذارید که راه زندگیم رو خودم انتخاب کنم؟ تو با این راه انتخاب کرده میدونی که زندگی دیگران رو سیاه میکنی. آیا چیکار کردنت رو میدونی؟ دخترم، استاد درست میگوید. شما حق ندارید به من کاردار شوید. 2 ماه پیش به 18 قدم موندم. هیچ کس نمیتواند به من خلل رساند. استاد، از خردان خطا از بزرگان تو. خوب فکر کن ژله. در زندگی بعضی راههایی هست که برگشتنش غیر امکان است. خوب فکر کن. نصیحت من همین است. خواهش میکنم از خانه بیرون نبرو. دخترم، به گپ‌های استادت گوش کن.
استاد میخواهد که من در پرتو زندگی کنم. من این زندگی رو به شما بخشیدم. به سوی آرزوهایم میروم. من در قصر زندگی میکنم. صاحب ماشین میشوم. پولدار میشوم. میفهمید یا نه؟ اینها رو بیفایده نمیدهم. حقشان رو از تو میگیرم. میدهم. دخترم تو حالا جوان هستی. این کار رو نکن. از تو میخواهند فایده گیرند. ناموست رو تگی پا میکنند. چه خیل ناموس مادر، چه خیل ناموس. نیم سیر و نیم گروس نه، همین است ناموس. من احتیاج به ناموس ندارم. خودش چی باشد ناموس؟ انسان زندگیش رو با ناموس و شرف پیش میبرد. شکمش گروس نباشد زندگی کرده میتواند، لیکن ناموس رو از دست دهی زندگی تلخ میشود. رحمتی پدرت این کارت را میدیم. باز دوباره در دستانی من جان میدم. ژاله خوب هستی؟ همش بد شد. چی گفتنم رو نمیدونم. همش رو میدونم. تو زیق نشو. با اینجا بیا، مادرم با تو گپ میزنم. برای تو یک فکری خوب دارد مادرم. حاضر میایم. ژاله تو رو خیلی منتظر کردم. ببخشید این خیل شدنش رو نمیخواستم. مادر و معلمم مرا به حالم نماندن. میمانند. از این پس تو رو نمییابند. من همش رو فکر کردم. ایشیل برای من یک فکری خوب دارد گفت. بله فکر کردم. شاید خانه‌دار میشوی. تمام درها برایت گشاده میشوند. به همه آرزوهایت میرسی. از خانه برآمده رفته است. چسب مویم رو در حمام گم کردم. من به حمام در آمدم. کفت و کو کردم. بینم ژاله نیست. آه نجمیه خانم، من خواهش کرده بودم به من زنگ زنید. او را باید در زیر نظارت میگرفتید. از کجا دانم معلم؟ سر و کلابم گم. وقتی نشستن نیست. بله. باید یگون چاره بیاندیشیم. وای دختر یک بار به اینجا آمده بود. به ما معقول نشد برآمده رفت. با من دیگر هیچ چیز معلوم نیست. بار آخر ژاله را از همین جا پیدا کردیم. حاضر باشد در اینجا نیست. بیهوده وقتتون رو صرف میکنید. کی میداند او در کجاها گشته است؟ شما ندیم چونبرچ ژاله اکچن رو بزنی قبول میکنید؟ بله. شما ژاله اکچن ندیم چونبرچ را به شوهری قبول میکنید؟ بله. من هم شما را زن و شوهر اعلام میکنم. مبارک شود. مبارک شود. ژاله رفت گرفته بودم. حاضر باشد گلهایش شکفتند. هفته ها گذشتند از ژاله خبر ندارم.
چی شد با این دختر؟ زمین کفید و به زمین در آمد. 2 هفته شد نیست. به جانم رسید استاد. خواطر نشوید، او را میابیم. چه جوانش اینجاست بنوار گیری پولی جناب میشم. گوش میکنم. تیز خانه را ترک کردم کن. این خانه من است. خانه شوهرم. چی ها میگوید شما؟ چخیل شوهر؟ با همه چیز باور کردی تو؟ تو ماموری خانه نکاح نیستی؟ خونه ده چخیل ماموری نکاح خانه؟ با تو یک بازی کردیم نفهمیدی؟ خدایا چخیل میشم؟ عکسش رو گیر. همین دختر است دیستن. گرفتم. تیز رفتیم از اینجا. بعد از دیپوزبون ها هفتیم کمره رو میگیرم. به شوهرم از اینجا به هیچ کجا نمیروم. لب را دراز نکن. چی خیل شوهر؟ آقای ندین در خانه زنی 20 ساله دارد. نکاح دروغین کردیم با تو. کارت تمام. زردیتی خانه من است. نکاح دروغ بوده است. خدایا چی کار میکنم؟ دختر ماشین در کار نیست؟ دفشم. خدا دفشم. جون شیرین. بگیر خواهرم. خوب شر ندار. خوب بگیر. مادرم، خونم، به نزد مادرم رفتنم در کار.
بخیر است؟ از دخترت خبر هست در تلویزیون و گازیته ها. چی خبر است؟ خبر از ژوله؟ چی شده باشد؟ اویمچه جوانی صاحبکاری مشهور در قید خبرنگاران. اویمچه جوانی صاحبکار ندیم کوگلروگلو در دربارش دیده شد. اویمچه جوان با نام ژله اکچند با دیگر صاحبکارانی بوی برای پول خوابیده است. نجمیه؟ اپای حسنیه، من خوبم. مرا کمی تنها گذار. ماینش اوچه جون، اوچه جون، اوچه. قاتلی مادر، با کدام آبرویت به اینجا اومدی؟ من آدمی خوب نیستم نرگس. ما این خیلی نیستیم. موت رو بخشم خدا میبخشد دخترم. جانور شده به سرمان برآمدی. رویت رو دیدن نمیخواهم، طاقتت رو دیدن ندارم. تو در اینجا چیکار میکنی ژله؟ به خبرستان رو. من در اینجا برای تو یک زن از عالم چشم پوشیده است. مادرت بود، او رو هم حیف کردی، خود رو هم. خانم سیل، این توی دختری آرزو و هدف دار. از آرزوهایم گذشتم. من خودم رو گم کردم، مادرم رو از دست دادم. با من یاری دید. اینجا دیگر برای تو نیست. ما فقط استفاده میبریم. تو را هم استفاده برده پرتفتیم. تو سزاواری همین خیلی جای ها هستین. حکم رو از اینجا. زنی پست مرا به این کارها لایق دیدی.
شوخیم کمی وزین شد به فکرم. باید همه وقت با او میبودم. مانوان دستگیریش میکرد. وی رو باید به خونه راه میدادیم. باید برای او در را محکم نمیکردم. او رو باید گوش میکرد. زندگی دختری که در کتاب آمده است مثل همون شدم استاد. خوب شد که خواندم این کتاب. همش رو میدونم. تو زیق نشو. با اینجا بیا مادرم با تو گپ میزنم. برای تو یک فکری خوب دارد مادرم. مایلش میآیم. کتاب ها برای آموختن زندگی اند جانم. کی هستی؟ از کجا آمده و کجا روانه ایم؟ از ما چی طلب میکنند؟ اینها عقل انسان را کامل میکنند. کتاب ها به سوال هایمان جواب میگویند. میخوانیم، از خود میکنیم، و پستی های زندگی نگاه نکرده زندگی میکنیم. این را فراموش نکن و حتما بخوان. چند سال باز تو رو انتظارم نمیایی؟ هیچ وقت نمیایم. دیدی ژاله چی ها شد؟ به جای این دختر تو هم بوده می توانستی. حاضر خوب اندیشه کن و پگاه به مکتب برگرد. من مادرم رو انکار کردم. به دوستانم دروغ گفتم. مرا میبخشیده باشند. همش به من نفرت دارند. تو به جای آنها می بودی مگر دست دراز کرده رو نمی گرفتی؟ نمیگرداندم. آنها هم نمی گرداندند. خواهش میکنم تو به من باور کن. همش خوب می شود. انشالله خوب می شود. چند روز پیش در اینجا از فروش بودن مادرم شرم میکردم. حاضر باشد برای از مادرم شرم کردنم شرم میکنم. حاضر در نزد همه مادرم رو دوست میدارم گفتنیم. مادر شکر که هستی. خوب است که مادری من تو هستی. تو اکنون تاج سری من هستی. تو فخری من هستی. موچه جان تو رو دوست میدارم. ببخش من.
همه وقت اینجا شور و مغل بود بچه ها، لیکن این دفعه خاموشی کن فرماز. و شما چی شد؟ در گذشته ما شما رو گوش نکرده بودیم استاد. برنامه شروع میشه ولی سر نو ثبت میکنیم. خاطره مرا هم گوش میکنی؟ بله خیلی خوب. وقتی که من خورد بودم